آیات تقدیم می‌کند. اصلا کار امام زمان و رسیدن به مهدی موعود در آخر الزمان ندیده عاشق شدنه. سوره بقره قشنگ میگه یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة. اگر میبینید یقیمون الصلاة، اون کسایی میتونن اقامه کنن ولایت اهل بیت رو و آن حکومت وعده داده شده رو که اهل ایمان به غیب بشن. امام صادق میفرماد بابا ما این نماز تو قرآن یؤمنون بالغیب مقدمه یقیمون الصلاة. مهمترین شاخصه شهدا رو بنده میدونید چی میدونن؟ ایمان به غیب. پیامبری هم ندیده، بهش گفتن 1400 سال پیش پیامبری بوده گفته اگر جهاد کنید اینجوریه اونجوریه برای اسلام، رفته جون داده. فلذا میدونید چی میگه آقا رسول الله؟ آقا رسول الله میفرماد منتظران مهدی هر کدومشون 70 تا شهید بده. منتظری که پا انتظارش چی گذاشته؟ خونه‌شو، ماشینشو، نه اخری جونشو، تمام دنیا، تمام عقبا، همه چی مبناش اینه که تو چه نسبت و زاویه با امام زمانه. هر چقدر این زاویه بیشتر شد، هر چقدر فاصله بیشتر شد، دورتر و بوی شرک و نفاق و کفر میگیره. شیطان خدا را به یگانگی قبول داشت، معادم قبول داشت، اما خدا بهش میگه کافر، کان من الکافر. میدونی چرا؟ چون خلیفت الله قبول نداشت، امام قبول نداشت. آن بالاترین مقامی که روی زمین وجود دارد بین تمام انسان‌ها، آن مقام نامش امامت است. اون دنیا هم با امام عذاب و عقاب و پاداش میگیری، با امامت. روزی که هر دسته انسانی اوناس هست، همین ناس میخونیمشون، ندعو جمعشون میکنیم به امامهم، با امامشون. دنیا پلاکاردی که تو داری بر مبنای او کدسنجی میشی، دستبندی میشی، اینه میگن حیدریا بیان این ور، حسنیا بیان این ور، حسینیا بیان این ور، مهدویا بیان این ور. امام زمان تو باید بشناسی. اینجا نشناسی اونجا هم نمیشناسی. بوی مهدی نمیدی پرتت میکنن اون طرف، اونور میدونی کجاست؟ آتش. امامت همه چیزه. اصلا مگه میتونی بدون انسان کامل و بدون امام زمان خدا بشناسی؟ مضحک این هست. کسی بمیره امام زمانش نشناسه به مرگ جاهلیت مرد، تمام. مرگ جاهلیت جهل چیه؟ نقطه مقابل عقله، نقطه مقابل علم. ابان ابن تغلب میگه از امام صادق پرسیدم اگر کسی تمام امامان را بشناسد ولی امام زمانش را نشناسد. آقا امام اول امیرالمومنین زندگیشو بررسی کردم، اوضاع مقتضیات زمانیشو میشناسم، بلدم تا امام حسن عسکری مثلا ما خودمونی بلدم، اما امام زمانم نمیشناسم. آیا مؤمن است؟ حضرت فرمود خیر. دوباره پرسیدم آیا مسلمان هست؟ حضرت فرمود بله. گفت مسلمان هست اما مؤمن بگید نیست. سوال کرد، حضرت فرمود به خدا قسم ما نام‌های نیک پروردگاریم که هیچ عملی را خداوند از بندگانش قبول نمی کند مگر آن که ما را بشناسد. شرط قبولی اعمال شناخته ماست. سعدی نماز بخون، از شیطان بیشتر نماز بخونه 6000 سال. امام زمان شناسی اصلا راه اصلی بهشت همین. این میشه که خیلی ها تو آخر الزمان در جهل میمیرن، نمازم میخونن، روزم میگیرن، پیشونی که بره میبنده، 50 بار میره مکه، اما چون با امام زمان معیار سنجش نداره باطله. قرار از تهران بریم مشهد زمینی، تو راه هم درست رانندگی کنیم، مردم اذیت نکنیم. جای سمت مشهد اشتباهی میریم سمت تبریز، خدا وکیلی خوبم رانندگی میکنیم، مردم هم اذیت نمیکنیم، خیلی خوب رانندگی میکنیم، بهترین ماشین هم انتخاب کردیم. فایده داره؟ هر چی که خوب دارین رانندگی میکنی داره تو را از مقصد بگید دور. فلذا امام در قرآن چگونه تعبیر شد؟ به صراط، اهدنا الصراط المستقیم. تنها دعای واجب، همه دعاها مستحبه، تنها دعای واجب چیه؟ اهدنا الصراط المستقیم. چرا واجبه؟ چون تو نمازه.
کسی این دعا رو نکرده باشه شفاعت اهل بیت بهش نمیرسه. امام حسین علیه السلام میفرماد منتظران مهدی به روح الیقین تعیین شد. حالا منتظر مهدی که به روح الیقین تعیین میشه و واجب منتظر باشی تو ایام غیبت، اون انتظار یعنی چی؟ آقا نشسته میاد دیگه. اگه قرار بود خودش بیاد چه زودتر نیومد؟ چه پارسال نیومد؟ چرا 10 سال پیش نیومد؟ چرا 100 سال پیش نیومد؟ افضل الاعمال یعنی انتظار چیه؟ عمله. اون چه جور عملی من نشسته؟ انتظار اینه. این میشه اون انتظاری که مثمر ثمر، اون انتظاری که عکس عمل فعل کنشه، نه اون انتظار منفعلانه که به تمرگ گوشه که امام زمان بیاد. روزی که تونست شیعه تونست جون امام زمانشو زمینی حفظ بکنه اون موقع میتونست. الان آقا اومد خواستن حمله اتمی کنن، میتونی؟ زمینی ها. آخه یه بار قبلا گفتن آقا بیا، دعوت کردم، نامه نوشتم، آمد. اما بگی قرار نی با معجزه حفظ بشه جان ماست. جان رسول الله که حفظ کرد در احد حضرت علی عصا انداخت اژدها شد ها؟ نه. با چی؟ به سیف. در مقابل شمشیرها هم چیکار کرد؟ بهترین شمشیرها رو علم کرد، ذوالفقار. در مقابل اون موشکا نباید موشک داشته باشی؟ در مقابل شمشیرها شمشیر رو کرد. اگر شما میبینید اینجوری جلوی جمهوری اسلامی میسته، برای همینه، برای اینکه جمهوری اسلامی یعنی ظهور. صحیفه جلد 21 امام میگه که اگر فکر کردید انقلاب کردید که یک کشور درست کنید مثل بقیه کشورها، هر مسئول این نگاه داره و یادش رفته که ما انقلاب کردیم برای امام زمان، میدونید امام میگه چیکار است؟ خائن است.